با سلام خدمت دوستان و بینندگان عزیز. همانطور که میبینید بنده درون پارک هستم هنوز و الان هم ساعت 12:10 شب روز 23 و وارد 24 آذر ماه شدیم که الان روی این پراید آقا مخمل دوباره تشریف آوردن، گرسنه غذا رو خوردن و پیش ما هستن که من نازش کنم این گربه ملوسو. و کمی هم مریض احوال شده آقا مخمل، خدا برسونه که من اینو ببرم دکتر و درمانش کنم. بدنش عفونت داره، زیر گردنش زخم شده، نمیدونم کجا رفته فضولی کرده زخم کرده خودشو، باید دهنش آبریزش پیدا کنه. و دعا کنید که هر چه زودتر من بگیرم بیاد اینو ببرم درمانش کنم. حیفشه، گربه خیلی خوبیه، ملوسه، نامزه، دوست داشتنیه و بسیار مهربون و دلانگیزه آقا مخمل. امروز که فیلمشو گذاشتم داشت برای اون ماده واو واو میکرد. مخمل خان دست بده بابا، دست بده به بابا، سر رو نیار پایین قربونش برم، همین میاره پایین میشم بخوای قربونش برم با ماما کردنی. دست بده بابا، دست بده. سلام، چطوری؟ خوبی؟ دستت هم بده بابا، دست هم بده. چطوری بابا؟ چیکار میکنی؟ کجا بودی؟ پسر خوبم، چیکاره ای تو؟ ها؟ چیکار میکنی روزا؟ ها؟ عشق میکنی؟ بابا ناز کنه تو رو؟ بابا بوس کنه تو رو؟ این بنازم، این بگردم آقا مخملمونو. مخمل خان پلنگ پلنگاست، این پلنگ منه. میگفت از خدا بترس گلی، اینم گلی منه، ولی این پسر که نیست پلنگه. از خدا بترس مخمل، از خدا بترس قربونت برم. مال اون همیشه در حال از پرده بالا رفتنه آقا مخمل ما، در حال از ماشین با این اومدن رو بالا رفتنه. مخمل جان قربون بره بابا، تو رو دورت بگردم، کجا بودی؟ تو پلنگ منی؟ تو همه رو میزنی؟ آفرین مخمل خانه، مخمل جان. از خدا بترس، نگاه کن چیکار کن خودشو. واو، از خدا بترس گلی. آخه سردشی دست پاشو جمع کرد، قربونت برم عزیزم. سردته، میبرم الان داخل ماشین، میخوابونم به شکل قناری هم نخوری دیگه ها. خب یعنی رو پام میخوابونم. آفرین. آره لوسی هم خواهر این بود، دزدیدن بردنش. حیفش. دوستان خداحافظی میکنم تا شبی دیگر، تا من و ماجراهای مخمل خان. خدا نگهدار. سابسکرایب یادتون نره، حتما زنگوله رو فشار بدید و از من حمایت کنید تا خانواده بزرگتر انشالله داشته باشیم. دوستتون دارم، فداتون بشم. منتظر پیام های زیباتونم هستم. دور شما بگردم من و مخمل.